کاریه که من عاشقشم و براش زحمت کشیدم. پهلوان پوریا برادرم همیشه توی این مسیر کنارم بوده و امروز بزرگترین مشوق منه. زن بودن و کاری رو کردن که توی عرف زنها انجامش نمیدن همونقدر که زیباست سخت و پیچیده هم هست. هر رکوردی که زدم مثل یه چالش لذت بخش بوده برام. از اون 3 ماشینی که تو 16 سالگی با دندون کشیدم تا کامیونت 8 تنی و حتی کشتی 37 تنی، بازم این دندونا و این بدن همراه هم بودن. امروز اینجاییم تا در حضور نماینده گینس یه رکورد جدید رو ثبت کنم که شامل والسیت با وزنه حداقل 300 کیلویی به مدت حداقل 2 دقیقه و بلند کردن 100 کیلو وزنه با دندون به مدت حداقل 10 ثانیه. پهلوان پوریا هم مثل همیشه کنارمه و میخواد رکورد میلسنگین رو بزنه. تقریبا از سن 6 سالگی که ورزش رو شروع کردم متوجه شدم که استعداد بدنی خاصی دارم توی زمینه در واقع قدرتی. کم کم در زمینه رزمی شروع کردم، کشیدن اجسام سنگین رو زیر نظر برادرم شروع کردم. ابتدا با کشیدن 3 عدد قدرو به صورت همزمان یک رکورد در سن 16 سالگی رو ثبت کردم و کم کم به استعداد خودم پی بردم و توناژ و رکورد خودم رو افزایش دادم. ما امروز ثبت رکورد حرکت بال اسکوات رو داشتیم در بخش خانوم‌ها که خب آیتم سنگینی هستش در بخش خانوم‌ها. رکورد قبلی که ثبت شده بود یه ورزشکاری از سنندج موفق شده بود که وزنه 300 کیلوگرمی رو 2 دقیقه و 4 ثانیه نگه داشت. بعضی رکوردهای خانوم‌ها واقعا خارق‌العاده هستش. من به جرئت میگم در بخش مردان هم چنین اتفاقاتی به صورت نادر میفته و تو بخش خانوم‌ها وقتی یه خانم واقعا با این تمام‌بندی ظاهر میشه این واقعا جای قدردانی داره برای اون جامعه‌ای که تونسته یه همچین خانم توانمندی رو تربیت بکنه و یه همچین ورزشکاری که خودش میتونه انگیزه باشه برای خانم‌های دیگه. قطعا ادامه داره، این شروع کاره و یه روز قول بهتون میدم که بیشترین رکورد گینس رو تو دنیا ما ثبت کنیم. خانواده‌ام با توجه به اینکه حالا این استعداد من رو کشف کرده بودیم خیلی حمایت میکردن از اینکه من بتونم این استعداد خودم رو در واقع نشون بدم به همه، به ایران، که پرچم ایران رو بالا ببریم. خیلی حمایت میکردم و مشتاق در واقع این مسئله بودم.
بهترین رکوردی که تا به حال تونستم در واقع انجام بدم کشیدن کشتی 37 تنی بود در جزیره کیش. از نظر توناژ بهترین رکوردی بود که تا به حال ثبت کردم، ولی خب فعلا رونمایی نکردیم ازش. خانم فائزه سرلک موفق شدن که وزنه 310 کیلوگرم رو 2 دقیقه و 51 ثانیه و 74 صدم ثانیه ارتقا بدن و این رکورد رو به نام خودشون ثبت بکنن. در حرکت دومش ما یه رکورد رو برای گینس برای ایشون برنامه‌ریزی کرده بودیم که حد حسابی که گینس اعلام کرده بود 10 ثانیه نگه داشتن وزنه 100 کیلوگرمی با دندان بود که این وزنه باید به ارتفاع حداقل 15 سانتی متر میرسید که خانم سرلک موفق شد این رکورد از 10 ثانیه به 13 ثانیه ارتقا بده و ما مکاتبات جهانیش رو براشون انجام میدیم. کنم خانم‌ها رو زیادی در واقع دست کم گرفتن توی زمین. اگر رجوع کنیم به در واقع رکوردهایی که توی کشور ما به ثبت رسیده می‌بینیم که بیشتر رکوردها رو خانم‌ها در دست دارن و توی حالا المپیک و الی غیر پرچمدار ما هستند خانم‌ها توی در واقع زمینه مختلف ورزشی و طبیعتاً قطعاً از این به بعد هم پرچم کشورمون رو بالا خواهند برد.